زنها قلب خانه اند. زنها اگر شاد باشند قلب خانه می تپد. زنها اگر موهایشان را شکل دهند، اگر صورتشان را آرایش کنند، اگر لباسهای شاد بپوشند، زندگی در خانه جریان پیدا می کند. زنها اگر کودک درونشان هنوز شیطنت کند، اگر شوخی کنند، بخندند، همه اهل خانه را به زندگی نوید می دهند. اگر روزی زن خانه چشمهایش رنگ غم بدهد، حرفهایش بوی گلایه و کسالت بدهد، اگر ذره‌ای بی‌حوصله و ناامید به نظر برسد، تمام اهل خانه را به غم کشیده است. آری زن بودن دشوار است. زنان ارمغان آور شادی، گذشت و خنده اند. یادمان نرود قلب خانه باید